هموطنان عزیز، حالا که ما در آستانه سال نو میلادی 2020 قرار داریم، با استفاده از فرصت کل مردم تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را به این مناسبت تبریک گفته و هر فردی وطنی عزیزمان سلامتی، عمر با برکت، سعادت و کامیابی و به کشورمان پیشرفت و آبادی بیشتر و ثبات و آرامی جاودانه آرزومندم. سال 2019 در تاریخ نوین مردم تاجیک همچون سال دستاوردهای ارزشمند ثبت می‌گردد. در این سال با عزم و تلاش ساکنان مملکت، اقدام و تشبس‌های سازنده وسعت بی‌سابقه کسب کرده، مردم سربلند ما به خاطر باز هم آباد و زیبا گردانیدن وطن بی‌اشتهاسای خود سرجم و اهلانه و بیش از هر وقت دیگر زحمت کشیدند. با استفاده دادن اگریگت دویم نیروگاه برقی آبی راغون از جمله دستاوردهای بزرگ امساله ما در ساحه انرژتیکا و باز یک قدم استوار در جاده تأمین استقلال انرژتیکی، باز هم بهتر قانع گردانیدن طلبات ساحه‌های اقتصادی و اهالی با نیروی برق و زمینه مساعد برای عملی گردیدن هدف چهارم ملی صنعتی کنانی با سرعت مملکت می باشد. امسال ساحه‌های استحصالی نیز رشد کرده، ده‌ها کارخانه‌های خردمیانه بنیاد و به استفاده سپاریده شدند. در این کار خیر سهمی صاحبکاران وطنی، شخصان سخاوت پیشه، کشاورزان و ساختمانچیان و تمام مردم شریف کشور خیلی نظررس می باشد. آنها با عزم و اراده وطن دوستانه و به خاطر تطبیق سیاست دولت و حکومت جهت مهیا ساختن جایهای کاری، وسعت کارهای آبادانی و در این اساس بهتر کردن سطح نیک و احوالی ساکنان مملکت حصه ارزنده گذاشته ایستادند که به هر یکی آنها اظهار سپاس می‌نمایم. در ساحه اجتماعی نیز کارهای زیاد به انجام رسیده، صدها مؤسسه‌های نوی تعلیمی و تندرستی به استفاده داده شدند و با همین راه مشکلات این ساحه مهم تدریجاً برطرف گردیده ایستادند. سال سپری شده ایستاده 25 سالگی قبول کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان تجدید گردید. محض این سند سرنوشت‌ساز به ما امکان داد که در وضعیت خیلی حساس جمعیتی و سیاسی سالهای 90 عصر گذشته برای حفظ استقلال دولتی تحکرسی مستحکم حقوق گذاشته مردم را جهت رسیدن به وحدت ملی و خاتمه دادن به جنگ شهروندی سرجم و متحد سازیم. تجلیل جشن 4 عصره کنستیتوسیا بار دیگر دلیل استواری دولت و عزم و اراده مردم تاجیکستان را در راه بنیاد دولت دموکراتی و حقوق بنیاد و دنیوی، تحکیم استقلال دولتی و پیشرفت به سوی هدفهای بزرگ استراتژی ثابت نمود. سال 2019 با استقبال 30 سالگی استقلال دولتی در تمام شهر و ناحیه‌های کشور از جمله در منطقه‌های دوردست صدها انشاءات
صنعتی و اجتماعی و خدمت رسانی مورد استفاده قرار داده شدند که به شرافت آنها سیمای دهات مملکت با سرعت دگرگون گردیده ایستاده است. ما اینچنین سال جاری دهمین سالگرد قانون درباره زبان دولتی جمهوری تاجیکستان را تجدید کردیم. واقعاً زبان ناب و شیوا و شیرین و شاعرانه تاجیکی محض در زمان استقلال صاحب جایگاه اصلی و ارزنده خود گردیده امروز با صفت زبان دولتی در همه ساحه‌های حیات جامعه استفاده می شود و رشد می کند. وظیفه هر یک فرد خودآگاه و وطن دوست از آن عبارت است که نه تنها زبان مادری خود را گرامی دارد بلکه در تطبیق پوره مقررات قانون زبان سهم گذارد. تنها با چنین مناسبت مقام زبان دولتی همچون یکی از رکنهای بنیادی دولتداری ملی همیشه پایدار و استوار خواهد بود. سال 2019 برای کشور ما در سیاست خارجی نیز سال باقرار و سال تحکیم و تقویت نفوذ و آبروی تاجیکستان در عرصه بین المللی بود. سال سپری شونده ثابت نمود که مردم باننگ و ناموس و وطن دوست و وطن پرور ما به قدر صلح و آرامی، ثبات سیاسی و وحدت ملی میرسند و برای حمایه استقلال و آزادی تاجیکستان محبوبمان همیشه آماده‌اند. برای سال 2020 ما اجرای کارهای زیادی سازنده را به نقشه گرفته ایم. چند روز پیشتر من در پیام خود با مجلس عالی مملکت دستاورد و پیشروی‌های کشور و نیت و نقشه‌های دولت و حکومت را که برای باز هم بهتر نمودن شرایط زندگی مردم تحکیم اقتدار دولت صاحب اختیار و آزاد تاجیکان یعنی با آینده آباد و آسوده خلق تاجیک نگرانیده شدند بیان کردم. با اعتماد کامل اظهار می نمایم که خرد و بزرگ کشور در عملی نمودن آنها سهم خویش را می گذارند و تمام سعی و تلاش خود را برای استقبال شایسته جشن بزرگ و مقدس ملی امان 30 سالگی استقلال دولتی سفربر می سازند. سال 2020 در کشورمان معرکه های مهم سیاسی، انتخابات وکیلان مجلس عالی و مجلس های محلی برگزار می شوند و باور دارم که این چاره‌بینی های سیاسی در دایره مقررات کنستیتوسیون در سطح بلندی تشکیلی و با اشتراک فعالانه شهروندان ما دایر می گردند و به تحکیم باز هم بیشتری پایه های دولت ملی تاجیکان و تقویت نفوذ و آبروی آن در عرصه بین المللی مساعدت می نمایند. با ابراز این نیت‌های نیک بار دیگر همه ساکنان تاجیکستان و هموطنان برون مرزیمان را به مناسبت فرارسی سال نو میلادی تبریک گفته با آنها در جاده عملی نمودن نقشه های سازنده دولت صاحب استقلالمان و آباد و زیبا گردانیدن وطن محبوبمان صحتمندی، اقبال بلند و برار و کامیابی آرزو می نمایم.
سال نو میلادی 2020 مبارک باشد هموطنان عزیز.